زنی با حجاب در یکی از فروشگاه‌های دولت فرانسه خرید می‌کرد. وقتی چیزهای لازمش را گرفت و به نزد کاسه آمد و می‌خواست پول آن را پرداخت کند، یک واقعه غیر چشم داشت در انتظارش بود. فروشنده که یک زنی به حجاب و عربی تبار بود، از روی تمسخر به او نگاه کرد و چیزهای او را با یک عصبانیت از کاسه می‌گذراند و به آن سو می‌انداخت. اما این خانم با حجاب آرام بود و چیزی نمی‌گفت. خاموشی و آرامی او باعث می‌شد که فروشنده بیشتر عصبانی شود. بالاخره خود را داشتن نتوانست و برایش گفت: ما در اینجا در فرانسه خودمان هزاران مشکل و پریشانی داریم و این حجاب و نقابی که بر سر و رویت کشیده ای یکی از همین مشکلات است که سببگار آن تو و امثال تو هستید. ما اینجا برای کار و زندگی آمده ایم، نه برای نمایش دین و تاریخ. اگر میخواهی دینت را نمایش دهی و بر چهرت نقاب بکشی، به کشور خودت برگرد و چطوری که میخواهی همانجا زندگی کن. زن حجابدار چیزهای خریده اش را گرفت و به فروشنده نگاه کرد. نقاب رویش را برداشت و با یک آرامش در جواب فروشنده که از دیدن چهره اروپایی و چشمان رنگین او مبهوت شده بود گفت: من فرانسوی هستم و آبا و اجداد من هم فرانسوی هستند. این دین من است و اینجا هم وطنم. شما دینتان را فروختید و ما آن را خریدیم. این را گفت و با تأسف از فروشگاه خارج شد. برادران و خواهران عزیز، آیا می‌دانید که دین فروشی چیست؟ دین فروشی این است که انسان برای به دست آوردن مال دنیا و متاع ناچیز آن دینش را از دست بدهد. زنهایی که به تن فروشی دست میزنند، زنهایی که به خاطر 2 تنگ پول یوتیوب خود را به نمایش میگذارند، مردان و زنانی که کار گفتن نماز را قضا میکنند و دیگر امرهای خدا را پس پشت میکنند، در واقع دینشان را در عوض مال اندک دنیا فروختند. خواهران عزیز، شما نگویید که اگر تن فروشی نکنم کودکانم گرسنه میمانند و کسی مرا نمیخوراند. شما نگویید که اگر حجابم را از سرم نکشم مرا به کار قبول نمی کنند. این را فراموش نکنید که خداوند کفیل رزق ما و شماست و اگر تقوا و پرهیزگاری اختیار کنیم خداوند ما را از جانب رزق می دهد که آن را امید نداریم. الله رب العالمین می فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی هر کسی که از خدا بترسد و پرهیزگاری کند، خداوند برای او از هر سختی و پریشانی برآمدگاه میسر می کند و او را از جانب رزق می دهد که امید ندارد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و شخصی که به خداوند توکل کند پس او برایش بسنده است. خواهران عزیز، به خداوند توکل کنید و پرهیزگاری کنید و دین خود را به عوض مال اندک دنیا نفروشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود و مرد، دین حق را هدیه آورد سوی ما، ورنه